سده یکی از جشن‌های قدیمی مردم تاجیک میباشد که از قدیم الایام آن را با یک شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند. سده از قدیمترین جشن‌های بشریت می باشد زیرا مربوط به کشفیات آتش یعنی منسوب به انسان زمان ابتدایی است. اولین خجستگی این جشن برای ما تاجیکان در آن ظاهر می شود که آن با گذشت این همه هزار ساله ها دیدن این قدر مقاومت همه کوشش های از بین بردن جشن از جانب حکمرانی آن دوره ها از بین نرفت و همیشه مردم تاجیک آتش فروزان آن را در نهاد خود و نهان از چشم دشمن در آتشدان و آتشکده خانه هایشان محفوظ می داشتند. یعنی جشن سده و آتش آن از آغاز پیوند ناگسستنی با مردم و مراسم و سنت های ملت تاجیکان بود. چون عنعنات تاریخی ملت تاجیک هر سال جشن سده را در آخر ماه ینور تجلیل میکند. باید گویم که جشن سده تاریخی پیش از اسلامی دارد و به یگان دین ربط ندارد. اما وقتی که در اوستا درباره جشن سده معلومات هست، وقتی که در شاهنامه درباره جشن سده معلومات هست و در کتاب بیرونی آثار الباقیه معلومات هست، همه اینها در یک جایگی اشاره به آن دارند که حتی جشن سده پیش از نوشتن اوستا وجود داشت. هرچند که ما در کتاب دنیا میگویند، اما پیش از مثلا اوستا کتاب دیگری بود با نام جاویدان خرد. اوستا کتاب دوم بود، اما اعتراف شده است در دنیا اوستا و در همونجا معلومات درباره سده هست. سده یعنی 100 روز تا جشن نوروز است. این هم اساس علمی دارد، برای آنکه اگر حساب کنی از روی تقویم در حقیقت 100 روز است. اما من گفتم که 100 در فهمیش و جهانبینی آریایی این یک گردش پوره دور کائناتی است، کیهانی. یعنی یک گردش پوره آفتاب در گرد زمین و این با عوض شوی فصل‌های سال بسیار ربط دارد. مثلا جشن سده جشن فصل زمستان است. همین آتش برای چی است؟ نجات از خنکی، از سردی، از بیماری ها. همین خیلی باور داشتن مردم. و وقتی که نوروز میشد، با نوروز فلسفه اش دیگر است. اما وقتی که ما درباره جشن سده میگیم، فلسفه جشن سده از جهت نقطه نظر فنهای گومانیتری اگر بها دهیم، این جشنی به هم آمدن است، جشن وحدت است، جشن همگرایی است، جشن همدلی است و جشن پاسداری خاطره تاریخی تمدن آریایی است. با تحلیل متخصصان جشن سده نزدیک آمدن نوروز، سال نو اجدادی را با آمدن بهار، آماده شدن زمین برای کشت و کار، آگاهی از انجام فصل سرما به دهقانان خبر می دهد. یعنی 50 شب و 50 روز پیش از فرارسی جشن نوروز، تجلیل گردیدن سده کشاورزان را وادار می سازد که به استقبال سزاوار نوروز جهانی و کشت و کار بهاری آمادگی بینند. فرارسی این جشن از روی سالشماری هجری به 10 روز بهمن ماه و مطابق سالشماری میلادی به روز 30 ینور راست می آید. سده پس از به آخر رسیدن 40 روز شب یلدا جشن گرفته می شود که گواه دهنده پیروزی گرمی بر سردی است. جشن سده امروزها همچون جشن معنای آن را دارد که از کلمه صد گرفته شده است، یعنی 100 روز و شب پیش از بهار است و آمادگی در این جشن خیلی گوناگون می شود، چون که کشاورزان آمادگی می بینند به کشت و کار، زمین های خود را آماده می کنند و در مجموع باشد فرهنگ جشن باعث آن می گردد که انسان به بهار آماده می شود، انسان کوشش ها به خرج می دهد که تمامی ظلم و ستم از بین برداشته شود و عدالت برقرار شود و نیکی پابرجا باشد. جشن سده همچنین به خاطر گرامی داشت نعمت بزرگ طبیعت آتش تجلیل می گردید. هرچند این جشن تاریخ قدیمه دارد،
و در تاجیکستان امروزها با شکوه خاصه تجلیل می شود، ولی یک مدت از نظرها دور مانده بود. در زمان استقلال دولتی با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ردیف دو جشن بزرگ ملی نوروز و مهرگان، جشن سده نیز از نو احیا گردید. یادآور می شویم که 6 دکمبر سال 2023 ضمن اجلاسیه 18 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو، نامیناسیای مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران جشن سده به فهرست میراث غیر مادی بشریت وارد گردید. جشن سده در زمان استقلالیت دولتی باشد، آن از یک قطار جنبه‌های حقوقی همچون جشن ملی مورد اعتراف قرار گرفته است. پیش از همه در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همه ساله 30 ینور همچون روز جشن سده تجلیل کرده می شود. در برابر این باید تاکید کرد که در سطح بین المللی با تشبث تاجیکستان و ایران سال 2023 جشن سده به میراث فرهنگی غیر مادی جشن‌های یونسکو داخل کرده شد و هنگام قبول شدن این سند یونسکو همه دولت‌ها عهده‌دار گردیدند که این جشن را در دولت‌های خود تجلیل نمایند، در برابر آن قدر و منزلت آن را همچون یکی از جشن‌های میراث غیر مادی یونسکو دانند و در برابر این جشن سده باعث آن می‌گردد که عنصر خودآگاهی و خودشناسی آریان تباران بیشتر و استوارتر می گردد. باور دارم که احیا و تجلیل جشن سده همچون رمز استقبال فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمعی و وحدت کل شهروندان در گسترش کارهای آبادانی و سازندگی و خرمی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان نقش مؤثر گذاشته در آغاز سال چون پیام آور نوروز عالم افروز به زندگی مردم شریف تاجیکستان مژده خرمی و خوشبختی خواهد آورد. طبق گفته‌های دانشمندان، مردم قدیمی آریایی تبار جشن سده را با افروختن آتش بزرگ برپا می‌نمودند. آنها با این عمل خود باور داشتند که زمانی سردی به آخر رسیده است و گرمی و نرمی وارد روزگار مردم می شود. خوشحالی خود را از گذشتن فصل سردی با افروختن آتش که رمز روشنایی و گرمی بود ابراز می داشتند. در جشن سده آتش چیزی اساسی نیست، یک رمزی مبارزه با مقابل سردی، مبارزه با مقابل هر گونه بیماری ها و مبارزه با مقابل خرافات ها نیست هست. بهوده نیست که در قشلاق ها بعضا امروز ها شاید در قشلاق های دوردست باشد که یک رسمی هست در جشن سده علو پرک میگویند. برای چی همین باوری از همان دوران موندگی که وقتی که همین خیلی باور هست که گویا از برای آتش سده که میپری همه بیماری هایت نیست میشن، میگوید که رنگ زرد من از تو با آتش مراجعت کرده. میگوید حقیقتا از جهت طبی هم مثلا وقتی که لباس ها را تازه کردنی میشون از حشرات های بیگانه هم میدونید کدام حشرات ها است، اون را با آتش میسوزانند. ببینید که اتومبیل های مخصوصی طبی هستند که کورپا یا کورپاچه و لباس ها هم میپرتای نمیسوزد، اما حشرات ها را نیست نابود میکنند. همین نقطه از طب بسیار قدیمه اوریانی هست که تو با امروز آمده به این شکل رسیدند. ما در شناخت ارزش های تمدنی خودمان و بخصوصا در شناخت ارزش های جشن سده باید احتیاطکار باشیم. چنان که معلوم است، سوغدیان قدیم هنگامی رفتن به مهمانی و خانه های همدیگر
آتش ارمغان می بردند که رمزهای زیادی نیکی زندگی را تجسم می نمود. بعضی تعامل و سنت های قدیمی تا به امروز در مراسم مردمی خلق ما استفاده می شوند. جشن صده جشن قدیمی و ملی ما بوده، یکی از نشانه های کهن بنیاد و فرهنگ سالار بودن ملت تاجیک است. افروختن آتش در جشن صده رمز سازندگی و آبادی می باشد. این آتش مقدس نه تنها گرمی و روشنایی می بخشد، بلکه یکی از رکنهای مهم روزگار، منشأ سازندگی و ایجادکاری و واسطه مهم روزگذرانی بشریت است. محض همین آتش فروزان با بنیاد و ایجاد بسیار کسب و هنرها مساعدت کرده است و خلق تاجیک مردمی هنرمند و ایجادکار است این آتش سازنده را محفوظ داشته است. محققان اوید اهمیت صدا، پیدایش صدا و خود احترام و آیین‌های صدا مقاله‌های علمی در شکل مثلا مقاله علمی عمومی در مجله‌ها، در روزنامه‌ها و در سایت‌های اجتماعی نشر می‌کنند تا اینکه همین اهمیت جشن و خود جشن صدا دوباره برای تمام مردم تاجیکستان معرفی بگردد و ما تمام مردم تاجیکستان این جشن اجدادی خود را به خاطر جشن نوروز و مهرگان آنچنان جشن بگیریم که تمام جهان داند که یعنی همین جشن و همین عیدها از آن مردم تاجیکستان است. موافق روایت شاهنامه فردوسی، گویا بنیادگذار جشن صده شاه سلاله پیشتادیان هوشنگ می باشد. چنانه آورده می شود روز هوشنگ همراه درباریان خود برای شکار به صحرا می رود و در آنجا با مار روبرو می شود. شاه به قصد کشتن مار به سوی او سنگی را پرتاب می کند، اما مار همان زمان ناپدید می شود و سنگ به سنگ دیگر بر می خورد و آتشکده پدید می آید. به این وسیله آتش کشف می گردد که من بعد آدمان این روز را مبارک می حسابیدند و همه ساله جشن می گرفتند. پیدا شدن آتش در تاریخ انسانیت گزارش از وحشانیت به انسان خردمند است. کشف کرد آتش. این سنگ پرتافتگیش تصادفی نبود. بسیار کشفیات ها در علم تصادفی به راه میبینند. وقتی که سنگ هست، سنگ های طبیعی چخماق سنگ میگوید و فرق نمیکردن که این چخماق سنگ وقتی که پرتافتند و آتش پرید به سر اژدها فهمیدن و این آتش دیگر در میگیراندن، خیال میکردن که این چیز اکنون مقدس است. در همین جشن صده وقتی که شبا آتش گریان میکردن تا سحر همین آتش خاموش شدن نمیموندن. وقتی که روز میشد و روشنایی میشد بعد آتش خودش سوخته خاموش میشد، دیگر هیزم یا که اگان سوزشواری اعلان نمیکردن. اما با واسطه آب خاموش کردن آتش بسیار گناه عظیم بود در تمدن آریایی. چنین شماریده میشد که آتش، گرمی این احیای حیات است، تولید حیات است، با وجود آمدن حیات است. وقتی که ما آتش با آب میکشیم این محو کردن حیات، یعنی این مرگ است. همین خیلی تصورات ها داشتم در ابتدا. این تصورات های اولین علمی آدمان درباره آتش بود که توسط جشن صده تا به امروز آمده رسیدن. و جشن صده ما اساس علمی دارد، از همین جهت اساس علمی دارد. آشنایی با تاریخ و تمدن اجدادی و ارجگذاری به سنت‌های قدیمه نیاکان ما یکی از رسالت‌های مقدس هر یک شهروند مملکت است. از این رو محض در دوران صاحب استقلالی با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تجلیل جشن‌های باستانی ما نوروز، تیرگان، مهرگان و صده در سرتاسر کشور با یک شکوه و منزلت به خود خاص برگزار می‌گردند. احیای دیگرباره جشن‌های باستانی در بیدار شدن حافظه تاریخی ملت و رو آوردن نسل جوان مملکت به خویشتن‌شناسی و خودآگاهی باعث می‌گردد.
واژه سده و علاقمندی آن با رقم 100. ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه اشاره بدین جشن تاریخی نموده ویژگی‌های آن را به گردش سیاره و طبیعت و باشندگانش منسوب می‌داند. سده واژه فارسی است و در منبع‌ها به معنای رقم 100 آمده است. فاصله میان جشن سده و نوروز 50 شبانه روز یعنی 50 روز و 50 شب را تشکیل می دهد که به این خاطر نام آن را سده گذاشته‌اند. جشن سده پس از 100 روزی جمع آوری حاصل کشاورزان و 50 روز تا تجلیل نوروز راست می آید. ماهیت واژه سده را این ارجگذاری به نعمت‌های بزرگ طبیعت، آتش، گرمی و روشنایی تشکیل می دهند. جشن سده از رقم 100 گرفته شده است. 100 روز تا نوروز خیلی مسئله ها هستند، اما اندوشی های دیگری در این مسئله هست. در تمدن آریایی رقم 100 یک سیکلی تمامیت کیهانی است، یعنی به کمال رسیدنی یک نسل انسان است، به کمال رسیدنی رشد کردنی یک سیکل طبیعی دنیا هست و این با عوض شوی فصل‌های سال بسیار ربط دارد. مثلا جشن سده جشن فصل زمستان است. همین آتش برای چی است؟ نجات از خنکی، از سردی، از بیماری‌ها. همین خیلی باور داشتند مردم. و وقتی که نوروز میشد، با نوروز فلسفه اش دیگر است. اما وقتی که ما درباره جشن سده میگیم، فلسفه جشن سده از جهت نقطه نظر فنهای گومانیتری اگر بها دهیم، این جشنی به هم آمدن است، جشن وحدت است، جشن همگرایی است، جشن همدلی است و جشن پاسداری خاطره تاریخی تمدن آریایی است. از این خیلی باید ما به جشن سده بها دهیم. جشن سده را با صدای کرنه یا سرنه پیشواز می گیرند و در ادامه گلخن بزرگ افروخته از بالای آن با نیت نکو می پرند. جشن سده از نزدیک شدن فصل بهار و جشن نوروز مردم را آگاه می نماید. در گذشته به اعتقاد مردم هر قدر که شعله های آتش بلندتر باشد، همان سال در حیات دهقانان پرفیض و برکت و سیر حاصل می آید. آمادگی دهقان و فصل بهار. کشاورزان و دهقانان هر سال فرارسی جشن سده را انتظار می شوند. آتش می افروزند و با امید زودتر رسیدن فصل بهار گرد آن دور می زنند. دهقانان در این ایام محصولات لازمی خود را آماده کرده، جویبار و زهبرهای خود را تازه نموده و به زمینهای کشاورزی و باغبانی خود یخواب می مانند. سده در خود دستاوردهای علمی استرونومیا، دستاوردهای علمی فیزیکا، دستاوردهای علمی شیمیا، دستاوردهای علمهای بیولوژی را دارد. یعنی نتیجه علمهای دقیق است جشن سده. امروز جشن سده معنایش آن است که تیاری به بهار. دهقان باید آلات کاریش را آماده کند. کالکتیوهای گوناگونی مهنتی برای شناندن درختها و برای بعضی درخت‌ها هستند که در همین دوره جشن سده میشینونی از روی خصوصیت‌های بیولوژیشون، اما بعضی درخت‌ها هستند که بعد نوروز وقتی که گرمی صرف میشه در نوروز از 21 مارس سر کرده شنانیده میشود. اما اون باوری که کائناتی است، کیهانی، یعنی یک گردشی پوره‌ای افتاد در گرد زمین و این با عوض شوی فصل‌های سال بسیار ربط دارد. مثلا جشن سده جشن فصل زمستان است. همین آتش برای چی است؟ نجات از خنکی، از سردی، از بیماری‌ها. همین خیلی باور داشتند مردم. و وقتی که نوروز میشد، با نوروز فلسفه اش دیگر است. اما وقتی که ما درباره جشن سده میگیم، فلسفه جشن سده از جهت نقطه نظر فنهای گومانیتری اگر بها دهیم، این جشنی به هم آمدن است، جشن وحدت است، جشن همگرایی است، جشن همدلی است و جشن پاسداری خاطره تاریخی تمدن آریایی است. کشاورزان آیین باستانی جشن سده را بیشتر از دیگر طبقه های مردم گرامی می دارند و شاید عامل تا زمان ما زنده ماندن سده محض مرد دهقان باشد.
ҳар сол дар тоҷикистон ба хотири таҷлили бошукӯҳи ҷашни сада макони муайянеро интихоб менамоянд ва ба ҷашнгоҳ мардумони зиёде гирди ҳам меоянд. Дар ин ҷашнгоҳ намоиши ниҳолу зироатҳои кишоварзӣ, олоти кории деҳқонон, маҳсулоти дасти ҳунармандон ва маъракаи сурудхониву таблиғи оинҳои миллӣ баргузор мегарданд. расму русум ва оини ҷашни сада ин будааст ки то имрӯз яъне дар байни мардуме ки ин ҷашнҳоро яъне ки таҷлил менамоянд, мардум ҷамъ мешуданд, ҳезум ҷамъ меоварданд ва аз баландиҳо ва дар баъзе минтақаҳои махсус оташ гирон мекарданд ва кӯдакон дар гирди оташ давр мезаданд ва инчунин баъди хомӯш шудани оташ бо аспҳо дар гирди оташ ва дар болои оташ мепариданд ва дар натиҷа деҳқонҳо он хокистари оташро бурда дар заминҳо мечошиданд то ин ки ҳосили ҳамон сол зиёд гардад, ки ҳамин расму русум моҳияти асосии ҷашни сада дар ҳамин иборат будааст. ҳадаф аз таҷлили бошукӯҳи ин гуна ҷашнҳои бостониву таърихӣ ин бори дигар ошно намудани насли имрӯз ба фарҳангу суннатҳои қадимаи мардуми орюннажод буда, ин метавонад аҳли ҷомеаро дар роҳи шинохти асолати миллӣ ва далели равшан аз қадимӣ будани фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик мусоид аст. баъди асрҳои даҳ дар ҷашн гирифтани ҳамин сада мардуми мо инчунин шоҳномохонӣ мекарданд ва чандин асарҳои бузурги безаволи гузаштагони моро дар ҳамин рӯзҳои сада яъне ки мутолиа мекардану шеър мехондану рақс мекардану кӯдакҳо бозӣ менамуданд. мубрамияти ҳамин ҷашни садаро нишон медиҳад ки то имрӯз побарҷост ва имрӯз бо ташаббуси ибтикори пешвои миллат тамоми халқи тоҷик дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки садаро ҷашн мегиранд. оину таомулҳои сада одамонро ба амалҳои хубу писандида аз қабили ба ҳам сухани нек гуфтан, ҳамдигарро эҳтиром намудан, дар осоишу оромӣ умр ба сар бурдан, дар ҳама ҳолат шарики ҳамдигар будан, кори хайр кардан, заминро дӯст доштан, табиатро ҳифз кардан ва дигар кирдорҳои нек даъват мекунанд. дар ҳошияи ин гуфтаҳо метавон хулоса кард ки ҷашну маросими миллии таърихии мо дар баробари талқини ваҳдату ягонагию сарҷамъӣ заминаҳои маънавии баландро пайгирӣ мекунанд. ҳар ҷашну маросим мақсаду ҳадафу идеяҳои баланду неки инсонӣ, покизагӣ, озодагӣ, созандагӣ, ҳунармандию санъаткорӣ ва зебоипарастӣ ба дунбол доранд. зарурати ҷашни сада дорои паҳлӯҳои гуногун аст. аввалан инсонро худогоҳ ва худшинос менамояд. ҳар як тоҷик имрӯз бо ҷашн гирифтани сада аз он бархурдор мешавад ки воқеан миллати мо дорои ҷашнҳое аст ки заминаи онҳо инсондӯстӣ аст. баъдан ҷашн гирифтани сада маънои онро дорад ки мо бори дигар ба ҷаҳониён нишон медиҳем ки дар таърихи давлатдорӣ тамаддуни мо офарандаи ҷашнҳо барои рушди инсоният ва мубориза бар бедодгариву беадолатӣ аст. ва сеюм ҷашн гирифтани ҷашни сада дар сатҳи миллӣ аз ҷумла қайд шудан дар қонунгузорӣ ҳар як шаҳрвандро ҳамчун ватандӯст, ҳамчун ифтихоркунанда аз миллату давлат ва таърихи худ дар ин рӯзҳо хурсанд мекунад ва он дар чорабиниҳои фарҳангӣ, чорабиниҳои илмӣ фаъолона ширкат меварзад. хуҷастатарин вижагии ҷашнҳо оину суннатҳои миллии мо дар он баён мегардад ки онҳо на фақат армони миллӣ, фарҳанги қадимӣ, орзую ҳадафҳои баланди халқи моро муаррифӣ мекунанд, балки аксарашон ифодакунандаи армонҳои баланди башарӣ ҳастанд. яъне орзуву омол ва армонҳои тамоми мардуми дунё, тамоми башар дар онҳо инъикос ёфтааст.
اگر خواهیم که با آیندگان خودمان با نسلی که بعد ما بیاید یک دولت آباد، دولت آزاد، دولت صاحب استقلال باقی مانیم، ما باید جشن‌هامون همچون بایگری همچون ارزش نگاه داریم، چون گوهرک چشم آنها را باید احتیاط کنیم. همین جشن صده این ابتدا هست، یعنی جشن صده را باید همچون خاطره تاریخی اجدادی نگاه داریم. در جشن صده گلخن مهر و محبت خلق فرهنگ دوست و نکسرشت تاجیک، گلخن استقلال و آزادی و وحدت و یگانگی خلقمان در آسمان وطن صاحب استقلالمان پرافشان خواهد شد تا در پرتو درخشان و صفابخش آن ما باز به هم آییم و نورهای فروزان آن را روشنی راه فردای استقلال بی‌بهای دولتی عزیزمان گردانیم.